بسیجی قیراندود شده در 40 سال جنگ و سرکوب، دنبال روی جلاد 67 و خادم برنامه بمبسازی خامنه‌ای. دوشنبه گذشته خامنه‌ای با وقاحت حداکثر گفت حتی یک ذره زاویه داشتن طبعا با خودش قابل قبول نیست. 4. اصلاحاتی‌های درون همین رژیم اصلاح ناپذیر که به گفته سردمدار اونها برای 2-3 کرسی در مجلس گدایی میکنند، این بار برای بالا بردن نرخ مشارکت مصرف شدند. البته با کاندیدایی که وقتی به اون گفتن برنامت رو بگو، گفت برنامه و سیاست رو خامنه‌ای تعیین میکنه و عدول از اون برای من خط قرمزه. 5. موقعیت سرنگونی حکومت آخوندها امروز در چند مخمسه بزرگ پدیدار شده، از جمله خطر قیام‌های عظیمی که در راه است، جام زهر هلاکت 67، جام زهر هلاکت جلاد 67 و ضربه بزرگ به استراتژی ولایت فقیه، گرفتار شدن در باطلاق جنگ در منطقه، معضل جانشینی و بی‌آیندگی و یک اقتصاد ورشکسته که در حال غرق شدنه.